با بهار چی کار کردی؟ رنگش مثل گشت سفید شده بود، گریه میکرد. چی کارش کردی ازل؟ بگو. چیزی نشده، فرستادمش خونه. چرا؟ ازت خواسته بودم دلشو نشکنی. یه چیزی بگو. برگرد خونه فیصل. طرد شدن خیلی بده، ولی میدونی چی از اون بدتره؟ این که دلیلشو ندونی. طرد شدن و طرد کردن خیلی بده. اگه تا حالا تجربهش کرده بودی، الان این در رو باز میکردی. به خاطر خودش فرستادمش خونه. اگه با من باشه بالاخره یه روزی قلبش میشکنه. چرا؟ چون که قبلا هم گفته بودم قدیم عاشق یه نفر بودم. هنوزم عاشقشی؟ نه، کاملا برعکس. انقدر ازش متنفرم که اگه با بهار باشم و ناراحتش کنم حس میکنم دارم اونو عذاب میدم. میدونی این حرفی که میزنی خیلی وحشتناکه؟ برای همین فرستادمش خونه. به خاطر بهار نمیگم، خودم ازش مراقبت میکنم. به خاطر خودت میگم. این برای خودت بده. اون زن میدونه انقدر ازش نفرت داری؟ حتی نمیدونه زنده ام. رو در رو باهاش حرف زدی؟ تو باید بگی. باید به چشاش نگاه کنی و حستو بهش بگی. چی رو عوض میکنه؟ خیلی چیزا رو. خوب میدونم گیر کردن و موندن تو گذشته یعنی چی. خوب میفهمم دنبال چیزی که وجود نداره گشتن یعنی چی. من دنبال هیچی نیستم. سوالی نیست که بخوای بپرسی؟ چرا هست؟ چیه؟ چرا؟ چرا این کارو کرد؟ اون زن چی کارت کرده؟ اگه جای اون زن بودن بهت میگفتم ازن. باور کن میگفتم.
امروز خیلی پریشونی پسر. انقدر هر دفعه تیکه همو به هم چسبوندی که دیگه با هم جور در نمیان. اگه میخوای نشکنی نباید خودتو اینطوری ولو کنی پسر جان. گفتنش برای تو آسونه دایی، برای هر سوالی یه جوابی داری، ولی من ندارم. درک کن. برای کدوم سوال؟ چرا دایی؟ چرا؟ میخوام گلوشونو اینطوری بگیرم ازشون بپرسم چرا این کارو کردن؟ چرا؟ این اتفاق به هر حال افتاده. هر جوابی هم داشته باشه نمیتونیم بگیم اتفاق نیفتاده. هیچ توجیهی نمیتونه از شدت این درد کم کنه. حداقل یه نفر بلند چه حقیقتو بگه. منو میکشه، بعد میاد بهم دلداری میده. کسی که از گذشته ها سوال میپرسه فکر میکنه انعکاس صدای خودش واقعیه. مثل کسی که خودش تو آینه میبینه و مشت میزنه، آینه میشکنه، دستش هم زخمی میشه. میخوام حقیقتو بدونم. حقیقت. من فکر میکنم تو دنبال حقیقت نیستی. خب تو بگو ببینم من چی میخوام؟ دنبال چیم؟ تو میخوای این زن رو ببخشی. نه، این زن میخواد یه دلیلی برات بیاره، یه دلیل قانع کننده، یه دلیل قانع کننده که بتونی در نهایت ببخشیش، ولی تو نباید به حرفای اون گوش بکنی. بسته دیگه، بسته دیگه دایی، تمومش کن. اصلا فرض کنیم بخشیدیش، فرض کنیم از انتقام صرف نظر کردی، عدالت تو میخوای چی کارش کنی؟ حق عامه رو فقط تو میتونی بگیری. برای گرفتن حقش هر روز باید بکشمش؟ منم انسانم دایی. میدونم کار راحتی نیست، برای همین الان اینجا. تو مثل هم خون منی، تو رو مثل بچه خودم تربیت کردم. مسئله دقیقا همینجاست. تو میگی گذشته تو پاک کن، ولی نمیخوام پاکش کنم. مادرم اونجاست، برادرم. درسته پدرم بهم پشت کرد، ولی هرچی باشه پدرمه. ازال الان وقتش نیست پسر. الان وقت قاطی کردن و پاپس کشیدن نیست. این مسئله رو خودت به وجود آوردی. الان دیگه هر کسی که وارد انتقامت کردی تو خطره. اگه وایسی گرگا بوی تو رو حس میکنن. اگه وایسی گرگا دعوای بین خودشونو ول میکنن و میان طرف تو. اگه فقط یه بار بفهمن کی هستی، چنان خونخوارن که فقط نه به تو بلکه به عزیزانت هم آسیب میرسونند. الیف، بهار رو بیدار میکنی؟ خیلی دیر شده. وایسا بزنم، وایسا. نکن. نمیخوام. اینجوری خوبه؟ الان سرویست میادا. آره. وایسا وایسا بچه. مامان برای چی انداختیش؟ مامانا از این کارا میکنن.
در مورد دیشب حرف بزنیم؟ چرا اینجوری نگاه میکنی؟ آدمم مگه اینقدر خوب میشه؟ این چه معنی میده؟ برو بالا یه کمی بخواب. الیف صبحونه رو آماده میکنه. باشه. جان غذاشو بخوره، بعد میرسونمش دم سرویس. بذار الیف برسونتش. تو هم بیا پیش من. باید با هم صحبت کنیم. نمیشه آیسان؟ مگه چیز زیادی ازت خواستم؟ یعنی اینم نمیتونم بخوام؟ نه باشه میام. بابام اومد. مامان امروز میای مدرسه برای جلسه اولیا. میبینی؟ مامان امروز به بابات میرسه. خب؟ تو هم برو با خاله بازی کن. ولی آخه بابا مامان همه بچه ها میان. تو هم بیا. مامان بابا هم بیاد دیگه. بریم آیسان. جلسه ساعت چنده؟ ببین من و مادرت الان یه جلسه برگزار میکنیم، البته اگه شما اجازه بدید. بریم. امروزه ها. مامان به بابا بگو اونم بیاد دیگه. هیچ وقت نمیاد. بودو دیگه، بودو ببینم. شیطون. گرفتم ولی آی دستم کنده شد. جان بس دیگه، ولمون کن. چنگیز؟ به من چه؟ بابا تو هم باید بیای. بابا بیا دیگه. خب جان بذار ببینمت. گریه نکن مامان، گریه نکن. گریه نمی کنم. پسرم حالت خوبه؟ برو. مامان بهش بگو بره. جان من منظوری نداشتم. بلند شو بریم صورتتو بشورم. آیسان من کاری نکردم. همینه؟ اون زندگی جدید اینه؟ خانم آیسان چی الیف؟ بهار وسایلشو برداشته و رفته. به خواهرت اینا چیزی نمیگن؟ بعدم بهشون زنگ میزنم. اگه اتفاقی مسئله چیزی پیش اومد؟ تو هستی دیگه علی آقا. بهار وظیفه من نیست بپرسم زندگی خودته، ولی ازحال کاری کرده؟ منظورم اینه اگه چیزی هست. آره میشه بری یکم بزنیش. شوخی کردم بابا، همچین چیزی نیست. بهار اگه اون آدم کاری کرده بیچارش میکنم من. نه علی آقا، هر اتفاقی بیفته تقصیر خودمه. مواظب خودت باشی یا خودت هم درگیر دعوا اون چیزا نکن. حواست به خواهرم هم باشه. ببینم میخوای اینجا بمونی؟ آخر هفته میای دیگه؟ آره؟ مادر جان من دارم میرم. وایسا ببینم. صبر کن. بیا ببینم. بیا اینجا بشین. اینجا بشین. لباس گرم پوشیدی؟ آخه شب هوا سرد میشه. آره مادر من که بچه نیستم. معلومه که نیستی. یه مرد گنده شدی. تو افتخار خونمون هستی. خبر مینویسی، گزارشاتو نشون میدن عزیزم. به خاطر همینم باید یه ذره زود برم مادر. امروز گزارشمو شروع میکنم.
چیز کی پخش میشه؟ باید ببینیم هر وقت تموم بشه. حالا اسمش چی بود؟ اینی که مینوشتی. یه چیزایی در مورد پلیس. اسمش چی بود؟ داستانش طولانیه مادر، بعدم واسه تعریف میکنم. الان دیرم شده دیگه، باید برم. خداحافظ. مواظب خودت باش. مرد؟ بله مادر. سر قولت هستی دیگه. نزدیک چنگیز که نمیشی. بله مادر، نگران نباش. روز بخیر. روز بخیر، بفرمایید. ازلم. سلام پسرم، خوش اومدی. با چنگیز اومدی؟ اون کجاست؟ نه، این دو رو برای کاری داشتم، گفتم سلامی بدم. اینطوری تنهایی براتون سخت نیست؟ قدیما با یه دستم کار میکردم، ولی الان دیگه نمیشه، سخته پسرم. خب یه شاگرد بگیرین. کار پر مشقتیه، با این درآمد و شاگرد نمیشه گرفت. بفرما بشین پسرم. نه زحمت نکشین. چقدر قشنگه. نیمه کار است. اینو با عامر درست میکردیم برای مرد، برای تولدش. این ابزار عامره. تمیز و تازه مونده. میدونی پسرم، بعضی وقتا حس میکنم از همین در میاد تو. بدون اینکه یه کلمه حرف بزنیم میریم سر وقت کارمون. ایریه دیگه، کاریش نمیشه کرد. ولی آتیش هر جا که میفته میسوزونه. به سر منم یه نفر دیگر رو سوزوند. یه جایی اشتباه کردیم حتما. ازل، من حالم اصلا خوب نیست شریک. خیلی داغونه. کجایی؟ ازل، بیا منو از اینجا ببر.
پایینیا رو ببین، همشون مثل سوسک میمونن. منم یکی از اونا بودم، مثل اونا. برای رسیدن به اینجا چی کارا که نکردم، ولی الان نمیتونم چشمو از اون پایین بردارم. میخوای بیای پایین؟ نه نمیخوام. برای چی باید بخوام؟ نمیخوام. ولی باید برم پایین شریک. چرا؟ من یه چیزی از اون پایین میخوام. فکر میکردم قاپیدم و صاحبش شدم، ولی انگار نشدم. چرا؟ اون پایین یه مرده هست، موهاشو گرفته و ول نمیکنه. باید برم دستشو باز کنم. ازل اون آدم دیگه مرده. چطوری میخوای دستشو باز کنی؟ لازم باشه یه بار دیگه میکشمش. یه بار دیگه، دوباره. پس بجم، با هم میریم پایین. این کارو میکنی؟ تنهایی نه، ولی با تو آره. پسر تو واقعا یه رفیق باحالی هستی؟ یالا. چی شد؟ پشیمون شدی؟ اون پایین چی میشه؟ بذار منتظر باشه، وقت زیاد داره. مرد میشه بمونه واسه بعد؟ باشه عصبانی نشو. خیلی خوب، یه دقیقه. ببین از اون پایین راحت هم نمیذارم. اون پسر هست. مرد چی میخواست؟ یه حرف مهمی میخواد بزنه. ردش کنم؟ غلط کردی با اون کارت مارتی. که چطور جرأت کردی اون دختر رو ناراحت کنی؟ اون دهان تو، فک تو، صورت تو، دکور تو، هیکل تو خورد میکنم. بچه ها رو صدا کن، چند نفر رو جمع کن. کیو صدا بزنم؟ زود بگیرینش بدون اینکه جایشو ببرین. نه اونم باشه. قراره چیکار کنن؟ از لحاظ فنی میپرسی؟ به هزار توضیح بدم. مادرشو کار درستیه به نظرت؟ ببینم تو طرف کی هستی ها؟ رفیق یه چند نفر رو زود میفرستی برام؟ این آدم مگه آدم رسلی نیست؟ مگه ما نمیخوایم حساب این آدم رو کامل بذاریم کف دستش؟ چرا میخوایم؟ پس نذاریم کارمون نصفه بمونه. با داد و هوار همه رو نترسونیم. آروم پیش بریم، یه دفعه کار رو تمام کنیم. این دفعه رو حق با توه پسر. گمشو ببینم. پرونده دیروز کجاست؟ کدوم پرونده؟ دیروز تو که نبودی من این آدم رو تا یتیم خونه تعقیب کردم. از مدیر پرونده تموم این بچه ها رو گرفتم. کجاست پس؟ کجاست؟
پیدا کردی؟ بده. من یه بررسی بکنم اینا رو. باز شروع نکن با این بررسیات. مگه من 20 سوادم؟ خوندن نوشتن بلد نیستم من؟ بده. این دیگه چیه؟ از تحریریه بهم دادن. مدیر گفت کارمو شروع کنم. منم گزارشمو شروع کردم. تبریک میگم. آفرین پسر. حالا خبرت در مورد چی هست؟ بیا ببین. این دیگه چیه؟ لطفاً اول بخون بعد عصبانیش. تو رو خدا بخون دیگه. 18 سپتامبر 1997 آمروچار نگهبان کازینو سزگینو کشته و با پول داخل گاف صندوق فرار کرده. فردای اون روز آمروچار دستگیر شده و به حبس ابد محکوم شده. در روز 25 سپتامبر 2005 سربازا برای سرکوب شورش زندانیا به زندان حمله کردند. آمروچار در آن روز بین کشته شده ها بوده. وقتی مرد 29 ساله‌ای بوده. اون در این دنیا فقط یه پدر و مادر و یه برادر داشته. برادر اونم من. خب مرد مثل که دیوونه شدی. این همه بدبختی کم نبود. حالا میخوای خبر رو دوباره چاپ کنی؟ نوکرتم آقا چنگیز. کامل بخونش. چی رو باز بخونم ها؟ این سرقت سوالای بی جواب فراوانی باقی گذاشت. پولهای سرقت شده کجا بودن؟ آیا عامر چنین سرقتی رو به تنهایی انجام داده بود؟ ولی مهمتر از همه آمروچار که بود؟ چگونه می شود که فرزندی نمونه، برادری بی‌نظیر، دوستی ایدئال به خاطر پول دست به جنایت بزند؟ شاید شما بتوانید در پایان این نوشته جواب سوالی را که سالهای سال نتوانستم پیدا کنم بدهید. برادر من چه کسی بود؟ کی بود آقا چنگیز؟ برادر من کی بود؟ کی؟ آخه یعنی چی کی بود؟ همتون دیوونه شدین؟ چرا قبول نمی کنید؟ عامر رفته دیگه نیست. ما کی؟ اون مرده. تو دیگه تو مادرت بس نیست؟ چی رو میخواین اثبات بکنی؟ چی به دست میاری؟ ها نمیفهمم. حقیقت. این بچه حقیقت رو میخواد بدونه. میخواد بدونه چرا برادرشون رو رها کرد. میخوای بهت بگم چرا ولت کرد؟ چون خجالت میکشید با تو روبرو بشه. گوش کن. میخوای حقیقت رو بدونی؟ عامر اون آدمی که تو فکر میکنی نیست. عامر اون کسی که تو میشناختی نبود. ولم کن. حقیقت کدوم حقیقت ها؟ حقیقت چیه؟ تمام مصیبت و همینه. حرص پول چشم عامر رو پر کرده بود. این همون حقیقتیه که تو میخوای بدونی. همتون فکر میکردید که عامر که قهرمانه، ولی نه، اون یه آدم ترسو بود. آره این همون حقیقتیه که تو دنبالشی مرد. حقیقت همینه مرد. مرد. نوامبر 2009 چنگیزاتای نزدیکترین دوست عامر برامون از ناگفته های عامر میگه. خب آقا چنگیز ادامه بده. پس میخوای هر طور شده اینو چاپ بکنی؟ خیلی خوب. پس منم کمکت میکنم. این کارو نکن برد. شاید به نظر احمقانه بیاد. درسته یه غریبم، ولی ازت میخوام که این گزارشو فراموش آخه چرا؟ مطمئنم برادرت اینو نمیخواست. تو از کجا میدونی که برادر من چی میخواست ها؟ مرد. اگه بخواین من انجام میدم ولی آقا. نه تو اون وسایل رو بذار سر جاش.
چیه؟ کار دارم، زود حرفتو بزن. آب دستت بذار زمین. این از هر کار دیگه ای خیلی مهمتره علی. زود باش. چه کاریه که اینقدر مهمه؟ مرد برادر عامر داره اولین گزارش خبریشو واسه روزنامه آماده میکنه. موضوعش هم همینه، سرقت عامر از کازینو. داره راجبش تحقیق میکنه. زود بیا. بریم. کارم با اینا تموم نشده هنوز. چی شد یهو؟ یه اتفاقی که نباید میافتاد افتاده. بهار، خواهر جون تو کجایی؟ مردم از نگرانی. خوبم خواهر، نشنیدم صدای زنگو بیرون. بهار بگو کجایی که بیام دنبالت. نه خواهر، میخوام یکم تنها باشم. خیلی خوب، من نمیام، خودت بیا. بیا اینجا. خواهر، ازلو ندیدی؟ سراغم ازت نگرفت؟ ازلو ولش کن، تو خودتو جمع جور کن. حالت خوبه؟ بهار؟ الو؟ بهار صدامو میشنوی؟ حالت خوبه؟ من خوبم خواهر، چیزی نیست. میای اینجا؟ بگو من الان چی کار کنم بهار؟ بگو من همینطور بلا تکلیف بمونم؟ حتی نمیدونم کجایی. بگو یه کاری بکنم، همینطوری موندم. خواهر تو چی کار میتونی بکنی؟ تا الانشم نصف عمرتو به خاطر من فدا کردی. بقیه‌شم فدا میکنم. بهار زود برگرد، قول میدم نذارم کسی اذیتت کنه. ببین اگه بخوای پشت در میمونم، حتی نمیذارم کسی بیاد تو اتاقت. ببین هر کاری بگی میکنم. خواهر بعدم با حرف میزنم، خواهش میکنم. پس میای؟ بهار؟ بهار؟ کامیل، همین الان بیایم. تو خطر افتادی؟ کاش من تو خطر افتاده بودم. مرد؟ علی آقا. پسرم. چقدر بزرگ شدی. چنگیز ببین، دیگه واسه خودش مردی شده. مثل اینکه خیلی وقت منو ندیدی. خجالتم میدی پسرم. ما کاری نتونستیم بکنیم. تو روز روشن انگار که ما اون ماشه رو کشیدیم، نه اون. خیلی خوب، حالا بشین ببینم. تعریف کن ببینم. آقای ازل حالتون چطوره؟ خوبم. علی تو رو دیده. وقتی رفته بود یتیم خونه، پرونده‌اش دستشه. چطوری دیده؟ اشتباهی من بود. پرونده ها دستشه ولی هنوز نگاه نکرده. نزدیکم باش. امکان نداره. تو انگار متوجه نشدی. این بچه یا با ما یا بدون ما این کارو میکنه. حداقل اگه با ما باشه بهتره، مگه نه؟ آقای ازلو هم کشوندی اینجا؟ اتفاقی شد. مشکلی هست؟ نه عزیزم، چه مشکلی؟ نه خب، تا وقتی داداش عزیزمون دوستتون داره مشکلی نداریم. گفتی عزیز. امروز نتونستم با بهار حرف بزنم. خب حالش چطور بود؟
کاری به اون دختر داشته باشی پشیمونت میکنم. پس حسابی دیر کردی. تا صحبت عامل شد اعصابا به هم ریخت داره. بیا بشین. خب مرد، ببینم تحقیقی چیزی هم کردی؟ نه آقا چنگیز، گفتم اول از همه از شما بپرسم. میبینی؟ بچه یه عاقلیه، بهترین کار انجام دادی. اون نگهبانی که تو اون حادثه مرد 2 بچه داشت. آره تو روزنامه خونده بودن. مادره نمیتونه بچه بزرگه رو نگه داره، میده یتیم خونه. اسمش ارنه. امروز میرم باهاش حرف بزنم. باشه میریم، قرار نیست تنهات بذاریم. ای بابا من دیگه بزرگ شدم آقا چنگیز، خودم میرم. پسرم به خاطر تو نه، به خاطر خودمون میگم. حداقل یه کمکی میکنیم، مگه نه علی جان؟ ازل وقتی حرف میزنم گوش نمی کنی. هرچی اتفاق بعد امروز برام میفته. خوبه که تو پیشمی شریک. میدونی از همه بیشتر چیو دوست دارم؟ چیو؟ رفیقاتو وسط راه ول نمی‌کنی. خیلی خب بریم. اینطوری وای نستا پسر. اگه اینطور وایسی مورد هدف قرار میگیری. وایسی ماجراهایی که شروع کردی گریبان خودتو میگیره، مثل نیزه‌ای تو قلبت فرو میره. یادت نره پسرم، تنها نیستی. تنها بمونی خودت جلاد خودت میشی. وقتش نشده پسر، فریبشونو نخور. بذار با هر اسمی که میخوان صدات کنن. جان اگه همون جایی که صدات میکنن بری، اگه خودت هم بخوای نمیتونی از اونجا برگردی. چطوری اصله بابا؟ امروز یکم حوصله ندارم. حوصله نداری؟ چرا؟ بابام عصبانیم کرده. واقعا؟ چیکار کرد؟ بگو بابا بزرگا باید بدونن. هولم داده. هولت داد؟ تو رو؟ تو دیگه مرد گنده شدی، چطوری میتونه تو رو هول بده؟ مادرت نبود؟ ها؟ هیچی نگفت؟ گفت. بابام رفت. کجا رفت؟ بعضی وقتا همینطوری میره. شبان بر نمیگرده. مامانم هم تو سالن منتظر بابا میمونه. وقتی هم که میاد با هم دیگه دعوا میکنن. بابا بزرگ، تو میگی مامان و بابا به خاطر من دعوا میکنن؟
نه چرا باید به خاطر تو دعوا کنم؟ آخه میدونی وقتی بابا پیش مامانمه نمیخواد من پیششون باشم. انگار اگه من نباشم بابام با مامانم بیشتر خوشبخت میشه. بابا بزرگ اینطوری نیست؟ میدونی بابات منم نخواست، برای همینه که به بابا و مامان نمیگم همدیگه رو میبینیم که بابات عصبانی نشه، مگه نه؟ چقدرم شبیه مامانش شده پدر سوخته. مامانش و من. داشت یادم میرفت. بیا مال توه. وای پلنگ. مثل تو. میدونی پلنگا چطوری شکار میکنن؟ بذار بهت نشون بدم. پلنگا اینطوری بین درختا قایم میشن و بدون سر و صدا منتظر میمونن. شکار بهشون نزدیک میشه. وقتی درست روبروشون میرسن بابا بزرگ. اینجاست. باشه تو برو، منم الان میام. چشم علی آقا. مشکلی پیش اومده؟ آره یه مشکل خیلی بزرگ. آخ چنگیز یه بارم شده. به چنگیز زنگ میزنی؟ هر وقت جواب داد منو صدا بزن. شاید کار مهمی داشته باشه. علی هیچ وقت واسه کار مهم به من زنگ نمیزنه، چون خودش حل میکنه. کجا میریم؟ ما؟ میریم یکم هوا بخوریم. نریم؟ پس این زندگی دوم چی شد؟ زود تموم شد. رفتم تو سومی. سومی چطوریه؟ عالیه. تو این یکی همه چی آزاده. همه چی از صفر شروع میکنم. رو کارت ویزیت اینطوری نوشته: دوست، دشمن، گذشته، آینده، خوب، بد، همشون سرکاریه. یعنی فقط تو وجود داری؟ مگه میشه؟ من، تو و روزگار. بقیهش باد هواست. جواب نمیده. پشیمون شده شاید. دیشب اینطور نبود. به زودی میفهمی. چنگیز همینطوریه. هیچ وقت اونطور که به نظر میاد نیست. نه حسابی رام شده بود. نمیدونست چیکار کنه. مست بود. کاملا بهم نزدیک بود. مثل گربه تو بغلم خوابیده بود. پشیمون شده باشه به این راحتی دم به تله نمیده. کاری کن که باهات بمونه. نه اگه یه بار اومده خونم مطمئن باش بازم میاد. از کجا میدونی؟ این شگرد من. ما یه چند تا سوال ازت میپرسیم. ببین اگه دلت نخواست جواب بدی اصلا مهم نیست. جواب نده. از چند سالگی اینجایی؟ خب اینجا زندگیت چطور میگذره؟ برامون توضیح بده. بزرگ که شدی میخوای چی کاره بشی؟ اینو دیگه توضیح بده ها، با ایما اشاره نگو. بپرسین دیگه، پس برای چی اومدین؟ ببین ما قصد مزاحمت واسط نداشتیم. فکر میکنی بچه هم که نمیپرسی؟ منو میبینی؟ من زودتر از هر آدم دیگه ای مرد شدم. تو 2 سالگی مرد شدم. از تو هم مردترم. حاضری شرط ببندی؟ اینجام نوشتی؟ بگیر بپرس دیگه. بپرس میدونم چه بلایی سر بابام اومد؟ میدونم. بابامو زدن. نه اینطوری نمیشه. مثل یه مرد بپرس. روبروت بچه نشستی. بپرس. ببین میدونم چی شده یا نه. میدونم. یه کثافت از پشت میاد و پاشو یالا زود بریم. بوم. یه گلوله میزنه. تو شکمش میخوره. بابام میافته.
بعد اینطوری میاد پیشش. به نظرت بابام حرفی میزنه؟ حرفی میزنه؟ من نمیدونم. همونجا میمیره. بپرسی که خبر بود. اونجا نوشتی. بپرس ببین میدونم زاره به بابامو چیکار کردی؟ میدونم. انداختنش تو حبس. یه همچین جایی. ایشالله از اینجا هم بدتر باشه. اونجا مرد. 25 نوامبر 2005. همونطور که تو سال نو رو تو خونه با پدر و مادر جشن میگیری، منم هر سال اون روزو جشن میگیرم. بپرس چطوری جشن میگیرم. از اینجا فرار میکنم. میرم تو خیابون. بعد با خودم به اینا فکر میکنم. اگه اون مردک نمرده باشه چی کارش میکنم؟ اگه بچه داشته باشه یا اینکه برادر داشته باشه چی کارش میکنم؟ بپرس ببین میدونم کی هستی یا نه؟ میدونم. میدونم. جان، این شیر و بیسکویتیه که خیلی دوست داری. تکلیفاتو انجام دادی؟ بیا با هم فیلم نگاه کنیم. نه، دارم بازی میکنم. چه پلنگ قشنگی. بابات خریده؟ بابام نخریده. شب چی درست کنم؟ کوفته دوست داری؟ بگم همبرگر بیارن؟ با سیب زمینی؟ با سیب زمینی، چرب و چیلی. نمیخوام. ماما، تو منو بیشتر دوست داری یا بابامو؟ من تو رو تو زندگیم از همه چی بیشتر دوست دارم. منم تو رو بیشتر از بابام دوست دارم. کوفته میخورم. باشه، اسباب بازیتم بردار بیار تو آشپزخونه. مرد باور نمی‌کنم علی آقا، برادر من رو کسی اسلحه نمیکشه، کسی رو نمیکشه. تو از بچگی میشناختیش علی آقا، این کار ازش برمیاد؟ باور نمی‌کنم علی آقا، باور نمی‌کنم. بچه رو دیدی علی آقا؟ اون بچه رو دیدی؟ برادر من اونو یتیم نکرده. علی آقا تو بگو علی آقا، تو باورت میشه برادر من این کار کرده باشه؟ خیلی خوب مرد، تمومش کن، این کار بیفایده است. من باور نمی کنم. یه کاسه ای زیر نیم کاسه است. نامردم اگه نفهمم جریان چیه. تو با من بیا، یکم حرف میزنیم. کامل چی شده؟ چرا زنگ نزدی؟ دارم تعقیبشون میکنم. چیزی شده؟ اتفاقی افتاده؟ نه اتفاقی نیفتاده. کامل کوچکترین مسئله‌ای که پیش اومد برنامه رو بیخیال میشی. فهمیدی چی گفتم؟ فهمیدم، نگران نباش. خیلی خوب، خداحافظ. این کارا رو بس کن دیگه. زندگی بیرونمون دیگه تموم شده، حالا زندگیمون اینجا شروع میشه. باشه؟ خیلی خوش میگذره نزد. بیا. منو میشناسی، عادت ندارم حرف مفت بزنم. مثل چنگیز از این سوراخ نمیزنم از اون سوراخ در بیام. چی میخوای بگی علی آقا؟ اون دستگاه ضبطو بندازش بره. این کاری که میکنی دردسر داره، خیلی دردسر داره. پسر خوب، پسر عاقل، تو مثل برادر من میمونی. نمیخوام بلایی سرت بیاد. چه بلایی ممکنه سرم بیاد آخه؟ پسر جان، تو این چیزا رو نمیدونی. قاتلا با آدم کشا. برادر من قاتل نیست.
اگه اون نیست معنیش اینه یه قاتل دیگه وجود داره. اون قاتل هم وقتی گزارش تو رو میخونه نمیاد باهات بگه بخنده. یعنی میگی یه قاتل دیگه هست داره؟ مرد اعصاب آدمو داغون نکن. داری میگی پول، هیچ پولی پیدا نشده. این پولا خیلی غلام بستن، آدمو وسط خیابون میزنن میکشن. این کار شوخی بردار نیست. تو یه چیزی میدونی علی آقا؟ پسر از کجا باید بدونم آخه؟ اینجا داریم سعی میکنیم مواظب تو باشیم. عامر جونشو به باد داده، حداقل تو بلایی سرت نیاد. من چیزی نمیشه علی آقا، نگران نباش. مرد باید این کارو بذاری کنار. ببین من تو رو وقتی کوچولو بودی میشناختم. اون موقع میشناختی علی آقا، ولی بعدش نبودی. بعد از اون نمیشناختی. من دیگه بزرگ شدم. یه گزارش دیگه بنویس. این گزارشو بیخیال شو. از سر راه هم بکش کنار علی آقا. خودت میدونی. من به خاطر خیر و صلاح خودت گفتم. ببین یه مدت رد شدن از زیر این در اذیتمون میکنه، چون وقتی میخوایم ازش بریم تو باید همه چیو بذاریم کنار. شهرت، اعتبار، نفوذ، همه چیو. من عاشق آدمای این تو هم. هیچ کسی کاری نداره که تو کی هستی، مثل مرغ پرکنده میمونی. به خاطر همین باید 0 کیلومتر از این در رد شی. خب حالا تو حاضری یه زر؟ چه خبره؟ کامیل؟ علی باشه نیا، حواست بهش باشه. چی میخوای بگی علی؟ زود جون بکن بگو دیگه. از صبح اشغال کردی یا؟ ازل؟ آره پیشمه. چی کارش داری؟ میخوای بیای اینجا بگی؟ خب یعنی چی؟ نمیتونی بیای اینجا. من کجا؟ دروازه بهشت داشت علی. استانبول 1997. چنگیز چطوری رفیق؟ ای پسر ببین واسه این رفیق ما هم یه دونه مثل همون چیزی که واسه من آوردی بیار. خیلی باحاله. رفیق این بادکوپاره دیگه. نه داداش مال تو جداست. یکی واسه تو یکی واسه من. ببین این شیرینه، این یکی هم آیلاست. آیلا اون یکیه، من شیرینم. اشتباه گفتم، عجب کله ای دارم من. اون یکی شیرینه. خیلی خوب بریم دیگه. تا گفتی دروازه بهشتم فکر کردم الانه که دیگه خودکشی کنی. نگو پیش نجله و دوستاشه. نه جلو درشم. دروازه بهشتم اینجاست. یه ذره مونده تا ازش رد شیم پسر. ببینم این یارو واسه چی اومد اینجا؟ یک کله حوالش کن. خامالشو بگیرم. بفرمایید. من مدیر اینجا کاراساهید هستم. همه چی رو به راه آقایون؟ همه چی مطابق میلتون هست؟ نوشیدنی ها خوشمزه هستن؟ خوبه خوبه، خوش بگذره. با اجازه.
عجب آدم با مزهیه. مثل اصل میمونه. میخوان مشتمالمون بدن آره؟ آره. پول داری؟ 10 سال رفیقمی، بازم این سال بیماره رو ازم میپرسی؟ چه غلطی میکنیم؟ منم ندارم. اینو از اول بگو جلو دروازه بهش، یعنی پول ندارم. آمر، یه چیزی به فکرم رسیده. ببین آمر، وقتی حاضر شدی بهت یه اشاره خیلی خیلی کوچولو میکنم، باشه؟ میخوام حواست 6 دنگ به من باشه. خواهشاً خجالت نکشید، همه بیاین وسط. آمر بودو! خدا لعنتت کنه. تقصیر خودمه. دفعه دیگه که صدام کنی عمرن بیام. رفیق یکم ساکت شو، خب یه سر حرف نزن. نمیبینی خیابون چقدر چاله چاله داره؟ چوله نداره، تویی که داری کج کله میدوی. آره دارم زیگزاگ میدم که اگه تیراندازی کردن این موقع بهم نخوره. همشون دنبالمون هناره. پشت رو ببین، تقصیر توه ها. چرا تقصیر من؟ بی انصاف چرا من؟ آره دیگه، آخه اینقدر که درازی از 2 کیلومتری هم میبیننت. یکم خم شو. خم شو دیگه آمر. بابا خم شو، میخوام یه جوری باشه که نبیننت. خم شو. بودو استانبول 2009. چرا حق میکردی؟ تو اینجا رو نمیشناسی، حالا صبر کن ببین چطوری بهت خوش میگذره. اصلا نگران نباش. یه چیزایی حدس میزنم. مچشو گرفتم تفو. چی گیرت اومد؟ این یارو همه چی رو میدونه. از قبل میدونسته ما رو تعقیب میکنه. به خاطر شراکته. شراکت مراکت نیست. من گفته بودم این یارو یه چیزیش هست، حالا تحویل بگیر. خب حالا این آدم دنبال چی هست؟ اون دنبال چی هست دیگه نمیدونم، ولی از این به بعد من دنبال اونم. را بیافت، امشب حسابشو میرسیم. الو، زود باش دیگه. الو الو. علی آقا، این یتیم خونه‌ای که رفتیم همون جاییه که ازل رو دیده بودین؟ آره همینطوره. این پسره داره حساب کتابای قدیمی رو در میاره. چرا؟ اینو امشب از خودش میپرسی. امشب دیگه وقتش. تفو تندتر برو. کجا میریم علی آقا؟ میریم دروازه بهشت. تو اکسارا یه جایی به اسم تگزاس 2000. یه کلوپ معمولی. قدیما یه بار چنگیز با عامر رفته بود اونجا. احمق، الان ازل رو گذاشته جای عامر. نشونش میدم کیه. شما که بیافتین دنبالش معنیش اینه که ازل احتیاج به کمک داره.
ازل صدامو بشنو. یه بار که بهت خیانت شد تمام خاطراتت برات باطلا میشن. هر چقدر به یادشون میفتی تو رو فرو میکشن. به یادشون که میاری دلت میخواد ببخشیشون پسر، چون بخشیدن یعنی فراموش کردن. قبلیا رو که بیاد میاری دلت میخواد بقیهشو فراموش کنی. بیهوده تقلا نکن پسر. اون خنجر یه بار که به پشتت فرو رفت هر چقدر برای در آوردنش تقلا کنی بیشتر تو قلبت فرو میره. دلم میخواد با تمام قدرتت بخونی. یه چیزی بهت بگم شریک، ما خیلی تنهایی. هر چقدرم که بخوای دنبال کسی بدویی همونقدر باز یا تنها میمونی. زنی هست که از چنگت فرار کرده باشه. منو میبینی؟ از هر کسی که تقاضا کنم جواب منفی نمیشنوم. خوشبختم. بیا همش مال خودت، ولی جان من دهنتو وا نکن. خب رو تصویر نمیخوام پارازیت بندازی. بگو ببینم کدومشون از همه سخت تره؟ ها؟ بیریخترین یا غیر ممکن ترین؟ اگه قبلا شکار شده باشه، صاحب داشته باشه چی؟ خب اونجوری دیگه خیلی بهتره. اگه از چنگ یکی دیگه درش بیاری و صاحبش بشی بیشتر از همه قدرت تو اثبات کردی. چطور راضیش کردی؟ خب بگو ببینم خوشتی؟ رو کاغذ نوشتی اگه بیای پیشم دیگه احتیاجی نیست پاتو بذاری اینجا. یعنی میخوای چی کار کنی؟ اون قسمتشو بعداً واسه تعریف میکنم. هر زنی رو که بخوام میتونم صاحب بشم، ولی این وسط یه مشکلی از شریک. اونو چی کارش کنم؟ همونی که خیلی خوب میشناسیش. از روز اول که دیدمش فقط عاشق اون شدم. هیچ کس دیگه ای واسه من مهم نیست. مشکلت کجاست؟ اون یکی دیگر رو میخواد. تکون بخور تفا. کجا بود؟ کجا رفته پس؟
همین دور و برا بود. ها؟ قبلا با آقا چنگیز اومده بودین؟ تو انگار نفهمیدی چی به چیه. چنگیز خوشگذرونیشو میکنه، منم برای مرتب کردن اوضاع صدا میزنه. فعلا حساب این یارو رو برسیم، بار آخره. استانبول 1997. این دیگه بار آخره، به جون خودم آخرین باره. همین مونده بود کلمو بتره کنی. معذرت میخوام، چقدر زود اومدی؟ کجا بودی؟ پشت این در خوابیده بودی؟ اینقدر پرت و پلا نگو. یهو پریدیم سوار تاکسی، آدماش هنوز دنبالمون بودن. راننده یه کاری کرد که ردمونو گم کنن. آره ردشونو گم کردین. الان با موتور رد میشدم دیدم آدم جمع کردن دارن میان. حالا این احمقه شعورشو نداره. تو چرا عقلتو دادی دست این؟ چی کار کنم؟ بهم گفت بیا، منم رفتم دیگه. کچل اگه دعواداش یه فکری به حال خودش میکرد. به سرما مگه آمبولانسیم ها؟ چنگو با تو اما داشلی اینا تعدادشون خیلی زیاده، ما که حریف نمیشیم. هر وقت کار تموم شد ما رو خبر کن. نه تو هم میمونی، لازمت داریم. حالا چه غلطی بکنیم نصف شبی؟ تو زبون چرمونه هم یه چیزی بکن. کار خوبی نمی کنیدا. بعد این همه حرف دیگه حتما میرن. پسرم مردنمون گردن تو، حرف آخرتو بزن. حسابشون رو میرسیم. استانبول 2009. بهت گفته یه نفر دیگر دوست داره؟ از دهن خودش شنیدی؟ لازم نیست که چیزی بخواد بهم بگه، ولی بعضی وقتا یه جوری بهم نگاه میکنه که چجوری نگاه میکنه؟ انگاری که با ارزشترین چیزشو ازش گرفتم و پیش خودم نگه داشتم و نمیخوام جاشو بهش بگم. پاشو یکم بخون دیگه، زود باش. چنگیز پس برای چی باهات ازدواج کرد؟ چرا هنوز با تو؟ نگاه نکن دختر جان، اونجا رو نگاه نکن، دیگه خیلی دیر شده. دیگه تمام پلاتو خراب کردیم، راه برگشتی واسط نمونده. نمیتونی برگردی اونجا، باید آوازتو بخونی، چاره دیگه ای نداری، چون با هم یه غلطی کردیم که دیگه جایی واسه رفتن نداری. از اینجا فقط میتونی با من بری بیرون، دیگه مجبوری فقط با من باشی، چون نمیتونی از اینجا بدون من بری بیرون. چی پرسیدی؟
خواننده کجا رفت؟ بگو واسم یه ذره بخونه. بگو بخونه. دیگه خیلی دیره پسر. اگه تا الان موندی حتی خودت هم بخوای دیگه نمیتونی بری. ناامیدی، یک هورسوی امیدی تو دلت میگه دوباره همون ماجرا برات اتفاق میفته. شاید این دفعه ازت حمایت کنم. شاید این دفعه بهت دروغ نگم. فعلم کنید. شاید این دفعه که تو رو پیش خودشون دعوت کردن، این دفعه شاید این دفعه اون خنجر رو به پشتت فرو کنن. آمر! برگشتن به گذشته یه چیزه، پاک کردن گذشته یه چیز دیگه. آب که راه افتاد دیگه مسیرش عوض نمیشه. فراموش نکن، 1000 بارم اون راهو برگردی 1000 بار بهت خیانت میکنن. هر کس رفتارش از روی طبیعتشه. 1000 بارم بهت خیانت کنن کاریش نمیشه کرد. بازم 1000 بار دیگه میری پیششون. چون تو آمری. چون تو ازلی. ببینم. چیزیم نیست، ولم کن. علی ارنو دید. متاسفم. تو کارتو انجام دادی، بقیهش به عهده منه. چنگیز، یه چیزی از این یارو فهمیدم. واقعا کلی، من فکر نمی‌کردم تا این حد. پسر، تو نمیدونی این آدم کیه؟ میدونم این آدم امروز زندگی منو نجات داد. دیگه همه چی واسم ثابت شد. شاید 2 ساعت پیش اگه بهم میگفتم آره، ولی الان دیگه همه چی تموم شده. همه چی رو میدونم. پسر 2 دقیقه حرفمو گوش کن، داره میاد، الان میشنوه. خب بذار بشنوه. کم مونده بود به خاطر من جونشو از دست بده. اگه قرار باشه حرفی بزنیم باید تو روش بگیم. اون دیگه الان برادر منه، میفهمی؟ ممنون، به موقع اومدی. با مرد رفتیم یتیم خونه. سلام منم میرسوندیم. سلام تو رو؟ یتیم خونه های اینجا همه منو میشناسن. فرصت کنم به همشون سر میزنم. همیشه؟ برای چی؟ دیگه هیچ رازی بین ما نیست. منم از شکم مادر پولدار به دنیا نیومدم. بدون پدر و مادر بزرگ شدن رو خوب میفهمم. برای همین تا برگشتم ترکیه اول یه کمکی به یتیم خونه های اینجا کردم تا اونجایی که میتونستم. دست بردار. خب سنداشون رو ببین، روی تمام آجراشون امضای من هست.
وای داداش علی، شنیدی؟ تو فکر میکردی ایشون خرپولن، ولی اینطور نبود. بهش میگفتی خودخواهه، حالا معلوم شد واسه چی مرموزه. تو هم خوب ما رو گذاشته بودی سر کار. اینم از خودمونه داشت علی. دست بوسیم دایی. خسته نباشی. ممنون. همون کاری که خواسته بودی انجام دادیم. اون بچه رو یکم مشت و مال دادیم. گفتم نمیاد، اما اون رفیق قد بلندش برگشت. ما هم امرتون رو اجرا کردیم. مواظب اون یکم بودیم، اما این یکم ادب کردیم. دایی از کجا فهمیدی؟ از کجا فهمیدی اون یکی برمیگرده؟ از قدیم گفتن ترک عادت مرضه. خیلی خوب، شب همگی خوش. خیلی دوستت دارم. حرفمو باور کن جان. یه پدر همیشه بچه‌شو دوست داره، باور کن. جان خوبه؟ اینو بذار رو زخمات. ولش کن، مهم نیست. اینو بذار رو زخمت. حتما باید بخیه‌شون کنی. آیسان. بله. هر دوتون رو ناراحت کردم، هم تو هم بهار. منم یکم زیاده روی کردم، ولی میدونی که بهار همه ی زندگیمه. ممنون. گفتی الان کجاست؟ رفته. امروز باهاش تلفنی حرف زدم، ولی دیگه جواب نمیده. خیلی نگرانشم. کجایی؟ فردا میام پیشت. خداحافظ. شریک، فردا همه با هم میشینیم و کار هتل رو یکسره میکنیم. دیگه ولت نمیکنم. هر کاری خواستیم بکنیم با هم دیگه انجام میدیم. قبوله؟ به کشتنم که نمیدی. اینطوری نمیشه. مثل یه مرد. علی، فردا هر کاری خواستی بکن، ولی الان اینو بغل میکنی.
حرف تو دلم نمیمونه. از اونی که فکر میکردم بهتر بودی. شب بخیر گازنبور. عجب شبی. میگم به نظرت این زن همونقدر که از ظاهرش معلومه باهوشه مگه نه؟ یه دفعه چطوری وسط پرید؟ فردا بعد از امضا بین خودمون میشینیم یکم حرف میزنیم. شاید یه جایی بتونه دستمون از پشت ببنده. یه چیزی بگو. علی چت شده؟ علی با تو هم علی چته؟ انگار روح دیدی. استانبول 1997. پسر عجب کتکی خوردیم ها. به کسی نگی ها، ناخوناتونو میکشم. از بابام همچین کتکی نخورده بودم. پسر اگه شما نبودین من کمتر کتک میخوردم مطمئنم. خدا راست میگن. اینقدر کتک خوردین که نذاشتیم به من برسه. نه اون خپله رو دیدید چطوری گیر داده بود به عامر. این میپرید بهش مش بزنه. ما داریم چی کار میکنیم؟ چطور این کارو میکنیم؟ عامر خودمون. یه موقع میشنوه. پسر اون به خاطر تو زندگیشو به خطر انداخت. چطور میتونی این کارو بکنی؟ چی داریم پشت سر من میگی؟ هیچی. داره قصه میبافه. علیه دیگه. بذار منم یه قصه واسه‌تون بگم. یه قورباغه‌ای بود که خیلی کارش درست بود. به همه کمک میکرد که از رو برکه عبور کنن. اصلا هم ازشون پول نمیگرفت. خیلی ردیف بود. یه روز یه عقرب میاد پیشش. از اون عقربای ملعون بهش میگه منم ببر اون طرف. قورباغه میگه نه نمیشه، تو وسط را منو نیش میزنی، خیلی بدذاتی. عقرب کلی بهش التماس میکنه، بهش میگه اگه نیشت بزنم خودم هم غرق میشم، چرا این کارو بکنم؟ این حرفش تو کله قورباغه میره. عقربو سوار پشتش میکنه تا میرسن به وسطای راه. درد شدیدی تو پشتش احساس میکنه. وقتی هر دوتاشون داشتن تو آب فرو میرفتن، قورباغه از عقرب میپرسه چرا این کارو کردی عقرب جان؟ الان هر دوتاییمون میریم زیر آب. عقرب شونه‌هاشو تکون داد و گفت ذات من همینه، کاریش نمیتونم بکنم، ذات من اینه. خب متوجه نشدم، حالا اینو برای چی تعریف کردی ها؟ منظورش اینه که عقربه، آخرش نیششو فرو میکنه، یا تو رو نیش میزنه، اگه نشد منو نیش میزنه، مگه نه؟ درست فهمیدم؟ این حرفا رو از کجا در آوردی؟ خب دیگه من باید برم. رفیق اگه تو نبودی چیه مگه؟ تو هم بودی واسه من همین کارو میکردی. میگم هیچ وقت از هم جدا نشیم، 10 سال دیگه هم همینطوری بمونیم. قول میدید؟ قول میدم. دست درد نکنه علی جان، اگه تو نبودی. چند بار اینو بگم؟ علی نه، علی گازنبور. خیلی خوب، علی گازنبور. استانبول 2009. علی کجا داری میری؟
برگشتی پسر؟ برگشتم دایی. خب ببینم جواب سالی که دنبالش بودی خودت پیدا کردی یا نه؟ پیدا کردم ولی تنهایی نه. بعضی دوستا کمکم کردن. تو میگفتی عامر رو بکشم ولی خودت منو به یاد اون انداختی. حالا یاد اون افتادی مگه چی شد؟ هم یادم افتاد باهاش چی کار کردن، همین که چی کار باید بکنم. حالا فهمیدی چی میگم پسر؟ ازل بودن یعنی نه یه بار که هر روز مثل یه تیر از قلب عامر گذشتن، چون که گذشتت دست عامر و آیندت رو پیشونی ازل نوشته شده. اینکم دیگه به درد نمیخوره. بیا از اینجایی که مونده این 2 خطو برام بخون. توی دنیای رنگارنگ یکی بود، نه فقیر نه ثروتمند، نه مومن نه بیدین. نه مؤمن نه بیدین. هیچ حقیقتی را بنده نیست، هیچ قانونی را نمی شناسد. جسور و غمگین کیست در این دنیای فریبنده؟ او کیست؟ عامر چه خبر اینجا؟ عامر عامر